سلام. میخوام در مورد دستگاه گوارش صحبت بکنیم. یکی از موضوعاتی که همیشه مهمه، همیشه کنکوری بوده و همیشه واقعا سخت بوده برای دانش آموزا، بحث سیستم باب هست. سیستم سیاه رگی باب توی این پارت میخوام براتون تدریس بکنم. با دقت تمام گوش کنید و نکات مهمش رو یادداشت بکنید. ببینید، گردش خون دستگاه گوارش. اولین موضوعی که از این تیتر ما میفهمیم اینه که دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش دارن با هم همکاری میکنن و همکاری نزدیکی با هم دارن. اما خط اول چی میگه؟ خط اول میگه که خون بخش‌هایی از دستگاه گوارش به طور مستقیم به قلب بر نمیگرده. رو لغت بخش‌هایی توجه داشته باشید، نگفته همه قسمت‌های دستگاه گوارش، گفته بخش‌هایی از دستگاه گوارش به طور مستقیم به قلب بر نمیگرده و بلکه از طریق یک سیاه رگی به نام سیاه رگ باب ابتدا میاد به اندام کبد و سپس از راه سیاه رگ‌های دیگه به قلب برمیگرده. ما اسم سیاه رگ باب رو میذاریم خون ناایمن، خونی که مطمئن نیست، خونی که اعتماد بهش نداریم. حالا بعداً دلیلش رو میگیم. ما دو جور سیاه رگ باب داریم. یکی سیاه رگ باب کبدی هست که میخوایم همین موضوع رو الان تدریس بکنیم. یکی هم سیاه رگ بابی که برای هیپوفیز پیشین تعریف شده که در واقع دامنه کتاب شما نمی گنجه. خب ببینید، سیاه رگ باب، پس فهمیدیم که سیاه رگ باب یک سیاه رگیه که در واقع به طور مستقیم به قلب نمیره. یعنی ابتدا میاد وارد کبد میشه و سپس از طریق سیاه رگ‌های فوق کبدی و بعد بزرگ سیاه رگ‌های زیرین به سمت قلب میره. خب حالا ببینیم این شکل چی داره واسه گفتن. ببینیم این شکل رو بیاییم بررسیش بکنیم. اولا توی این شکل شما اندام‌هایی رو میبینید. مثلا اندامی که در سمت چپ میبینید اندام طحال هست. طحال یک اندام لنفیه و بارها هم تو کنکور اومده یک اندامی رو که در واقع در سیاه رگ سیستم باب داره نقش بازی میکنه نام ببرید که میگیم اندام طحال. طحال در یکی از اندام‌های مهم محل استقرار لنفوسیدها هست. تو ذخیره خون نقش بازی میکنه، در مرگ گلبولهای قرمز نقش بازی میکنه. مثل کبد هر دوتاشون در واقع قبرستان گلبولهای قرمز به حساب میان. البته کبد در تولید گلبول قرمز هم نقش داره، اما طحال فقط و فقط در مرگ گلبولهای قرمز بعد از اینکه 120 روز عمر گلبولهای قرمز تمام شد و غشاء گلبول قرمز شکننده شد، در واقع در مرگ گلبول قرمز یا همون RBC نقش بازی میکنه. سیاه رگی که از طحال اومده بیرون نگاه میکنیم اومده به سیاه رگ باب متصل شده. طول این سیاه رگ رو باید در نظر بگیرید، نسبتاً طول سیاه رگ بلند هست و جالب اینجاست که معده رو شما میبینید دو شاخه سیاه رگ داره. دو شاخه سیاه رگ داره که شاخه بالایی معده در واقع با همون سیاه رگ. در مورد سیستم باب خب عرض کردم خدمتتون که معده دو تا شاخه داره. شاخه بالاییش در واقع به سیاه رگی که از طحال داره میاد متصل میشه، اما شاخه پایینیش رو اگه دقت داشته باشید، شاخه پایینی به سیاه رگی داره متصل میشه، به سیاه رگی داره متصل میشه که از کلون پایین رو داره خون رو دریافت میکنه. خب نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم اینه که من سیاه رگ باب یه دونه دارم، اما این سیاه رگ باب وقتی که وارد کبد میشه دو شاخه میشه. یه شاخه میره به سمت لوب کوچیک، یه شاخه میاد به سمت لوب بزرگ. توجه داشته باشید شاخه‌ای که داره میاد به سمت لوب کوچیک بلندتر هست، اما شاخه‌ای که اومده به لوب بزرگ کوچیکتر هست.
اما شبکه مویرگی رو اگه دقت داشته باشید، شما شبکه مویرگی رو دارید میبینید که دو سر این شبکه مویرگی به دو تا سیاه رگ متصله. حالا بعدا در مورد استثناءات رگ ها صحبت میکنیم، میگیم که کلا توی بدن ما باید سرخ رگ داشته باشیم، سرخ رگ کوچیک داشته باشیم، بعد مویرگ، بعد سیاه رگ. اما اینجا اومده استثناء قائل شده، یعنی سیاه رگ باب دارم، شبکه مویرگی دارم، بعد دوباره سیاه رگ فوق کبدی دارم. نگاه کنید سیاه رگ فوق کبدی دو شاخه اومده سیاه رگ فوق کبدی رو ساخته. چرا؟ چون یه شاخش در واقع از لوب کوچیک اومده، یه شاخش دوباره از لوب بزرگ اومده. پس دو تا شاخه اومده سیاه رگ فوق کبدی رو ساخته. خب حالا به نظر شما سیاه رگ باب باید قند بیشتری داشته باشه یا سیاه رگ فوق کبدی؟ خب طبیعتا سیاه رگ باب قند بیشتری داره، چون موادی رو که داره از روده کوچیک جذب میکنه، تمام موادی که داره از توی روده کوچیک داره جذب میکنه، البته بجز چربی ها، داره از طریق سیاه رگ باب وارد کبد میشه. بچه‌ها اگه به شکل دقت داشته باشید، سیاه رگ باب آپاندیس رو هم شامل میشه. دقت داشته باشید دو تا اندام لنفی هستن که تو سیستم باب هستن، یکی در سمت چپمونه که طحال در سمت چپ قرار گرفته و یه بخشی هم در واقع کلون بالاروه که بخش ابتداییش که پهن‌تر هم هست روده کوره و بعد آپاندیس رو هم شامل میشه. اگه دقت داشته باشید انشعابات سیاه رگی به آپاندیس هم رسیده. خسته نباشید.